الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على إمام الموحدين الذي حكم بين الناس بحكم رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله سبحانه وتعالى این حلقه 26 از کشف شبهات اهل بدعت در مسئله الحکم بما انزل الله است. حکم نمودن به حکم الله و رسول. ان شاء الله تعالی در این حلقه به شما دلیل ها را در مسئله کفر بودنی حکم کردن به حکم غیر الله و کافر بودنی حاکمی که به حکم غیر الله حکم میکند بیان خواهیم کرد. در این حلقه به شما دلیل ها را برای واجب بودنی حکم کردن به حکم الله و رسول و کفری کسانی که حکم الله را ترک میکنند بیان میکنیم. بله، در قرآن و در سنت دلیل های زیاد وارد شده است که دلالت میکند که حکم کردن به حکم الله و رسول این از توحید است، این از یکتاپرستی است و باید هر یک حاکم به هر کسی که حکم میکند باید در حکم الله را یگانه بشناسد، یعنی تنها به حکم الله حکم بکند و حکم غیر الله را انکار بکند. پس امر کردن به حکم بما انزل الله و واجب بودنش و از شریعت بودنش این همه معروف است و حکم از توحید است. حکم کردن به حکم الله از توحید است و هر کسی که به حکم غیر الله نازل کرده حکم میکند او از مشرکین است، از کافرین است، از مرتدین است. مشرک است و کافر است و مرتد است. و این مسئله هایی که بیان کردیم در آیات های زیاد از قرآن کریم بیان شده است با دلالت های گوناگون. بارک الله فیکم. اولا به شما ذکر میکنیم دلیل های را که واجب بودنی حکم نمودن به شریعت را بیان میکند و کفری کسانی که حکم کردن به حکم شریعت را ترک کرده اند این را بیان میکند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الله سبحانه و تعالی در بیان این اصلی بزرگ میگوید. دلیل اول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. سوره النساء آیه 65. الله قسم میخورد به خودش، میگه فلا وربك، قسم به رب تو ای محمد، یعنی قسم به خودش الله میخورد که لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم، مؤمن نمیشوند تا همان زمانی که تو را حاکم قرار بدهند در اون مشاجره که در بینشان میشود، یعنی اون بحث و مناقشه، اون تلاش و اون مشکلی هایی که در بینشان می شود
تو باید حاکم باشی. وقتی که تو را حاکم کردند مؤمن هستند. وقتی که تو را حاکم نکردند، یعنی به حکم تو ای محمد این مشکلیشون را، این اختلافشون را حل نکردن، مؤمن نیستند. علمای سلف میگن که لا یؤمنون نفی ایمان کرده است. اینجا نفی ایمان کامل نیست، خیلی که مرجئه ها میگن. یعنی مرجئه میگن که اصل ایمان دارد لیکن ایمان کاملش نابود شده است. نه، بلکه اصل ایمان نابود شده است. یعنی هر کسی که به حکم غیر الله حکم میکند یا به حکم غیر الله مراجعت برای حکم کردن میکند، این آدم چی است؟ مؤمن نیست، کافر است. ثم لا يجد في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. بعد از این که ای محمد تو در بالای اونها حکم میکنی، در نفسهایشون هیچ حرجی رو، یعنی ناراضگی رو پیدا نکنند. یعنی به حکم تو حکم کرده 100% راضی شوند و تسلیم شوند. یعنی همان کس مؤمن است که در حالتهای مناقشه، در حالتهای اختلاف، در حالتهای کمبودی، مشکلی، این مشکلیش را در کجا حل کند؟ در نزد شریعت، در نزد قرآن و سنت به حکم الله و رسول حکم بکند و بعد از حکم شدن از جانب شریعت هیچ ناراضگی به این حکم الله نکند. یعنی به حکم الله راضی شود و 100% تسلیم شود، خرسند باشد به حکم الله. اینم مؤمن است. اما کسی که در حالتهای لازمی که باید به نزد حکم الله و رسول رود نرود، به نزد حکم الله و رسول نرود، به نزد غیر حکم الله و رسول رود، یا از حکم الله و رسول ناراضی باشد، تسلیم نشود، این مؤمن نیست، یعنی مسلمان نیست. خیلی که ما به شما بیان کردیم در زیر این آیت علما و مفسرین بیان میکنند که مؤمن نفی ایمان اصل ایمان است. این آیت دلالت میکند که آشکار و واضح دلالت میکند که هر کسی که مراجعت به حکم غیر الله میکند این کافر است. در زیر همین آیت ابن کثیر رحمه الله میگن که پس چی رسد به حاکمی که به حکم غیر الله حکم میکند؟ اگر یک انسان به نزدی محکمه غیر شریعتی مراجعت کردنش این کفر باشد و همون آدم کافر باشد، پس حاکم از این دیده سخت‌تر است، من باب اولا کافر می شود. در علم اصول فقه در نزد اهل سنت و الجماعت یک قاعده وجود دارد. یک گناه میده را وقتی که الله ذکر کرد در حالت اتوماتیکی گناه کلان، گناه از وی بزرگتر داخل می شود. الله مثلا در قرآن گفت به پدر و مادرت اف نگو. از این می براید که به پدر و مادرت دشنام دادن، پدر و مادر را زدن، حقارت کردن، این همه باز حرام بودنش سخت‌تر است و وزن‌تر است. اینچنین الله در این آیت گفت به محکمه مراجعت کردن برای حل و فصل مشکلی ها این کفر است، به همون آدم کافر می شود. پس حاکمی که به حکم غیر الله حکم میکند من باب اولا کافرتر است، کافریش واضحتر است. و این سخن را هم ابن کثیر رحمه الله در تفسیر قرآن عظیم در زیر این آیت سوره نساء 65 بیان میکنند که حاکمی که به حکم غیر الله حکم میکند به یگان شک شبهه کافر است. این آیت آشکار است، واضح است که به من و شما بیان میکند که به حکم الله حکم کردن این فرض است، به غیر حکم الله حکم کردن این کفر است و شرک است، و مراجعت کردن به حکم های غیر الله و رسول این کفر است و شرک است. این چنین آدم ها کافر و مشرک میشود. بارک الله فیکم. دلیل دوم برای اینکه حکم کردن به حکم شریعت واجب است و هر کسی که حکم شریعت را ترک میکند یا حکم غیر شریعت را میخواهد یا برای تطبیق حکم غیر شرعی به مانند دموکراتی، علمانی، لیبرالی حرکت میکند، این کفر است و کفر میشود.
دلالت میکنه سوره احزاب آیه 36. الله سبحانه و تعالی میگه و ما کان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره. به یگان نفر مؤمن، مرد مؤمن، و به یگان نفر مردی یا بگیم به یگان نفر زن مؤمنه جایز نیست که زمانی که الله و رسول یک امر رو، یک مسئله رو قضاوت کرد، حل کرد، فصل کرد، حکمش رو صادر کرد، این مؤمن و مؤمنه اختیار داشته باشد که به دیگر طرف رود یا نرود. معنای آیت این است که وقتی که الله و رسول یک حکمی رو صادر کرد، یک مسئله رو بیان کرد، انسانی که مؤمن است هیچ حق ندارد که به دیگر حکم مراجعت کند، یا به حکم دیگر حکم کند یا به دیگر حکم مراجعت کند. این کفر است و این شرک است. این آیت هم دلالت میکند که به حکم الله و رسول قضاوت کردن و به حکم الله و رسول مراجعت کردن، این البته که یکی از واجبیت های دینی هر یک مسلمان است و مسلمان حق ندارد. بله امروز میبینید که مسلمان ها دیده و دانسته، آشکار و واضح الله حل کرده مسئله رو، رسول الله حل کرده مسئله رو به یک طرف میگذارند، میروند به قانونهای غربی، وضعی، بشری، سبحان الله، حل و فصلی مسئله رو میکوبند. الله در این کانستیتوسیایی که صادر کرد، در این قرآن و رسول الله صلی الله علیه و سلم در سنت چگونه اداره کردن، چگونه حکم کردن، همه مسائل رو به جنایت چگونه معامله کردن و چگونه قضاوت کردن در تمام مشکلی ها، در معاملات، در جنایات، در قصاص، همه رو بیان کرد. اما ایده خودشون را مؤمن و مسلمان میشمارند و این همه را ترک میکنند و به حکم غیر الله و رسول مطلقاً میروند. اونها گویا که فکر کردن که اختیار دارند، اونها فکر کردن که میتوانند، حق دارند. نه والله، این کفر است و این شرک است. این آیت هم دلالت میکند که حکم کردن به حکم الله و رسولش این فرض است و ترک کردن حکم الله و رسول این کفر است. این چنین سومین دلیل از قرآن عظیم الشأن سوره نور آیت 51 است. الله میگه انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا. سخن مؤمنان همین است که زمانی که اونها را دعوت کرده می شود به سوی الله و رسول تا که در بینشان حکم کرده شود، میگویند که شنیدیم و اطاعت کردیم. یعنی مؤمنین کسانی هستند که وقتی که این مؤمن ها را گفته می شود که ای بیایید به سوی حکم الله، بیایید به سوی الله و رسول تا که به حکم الله و رسول ما شما را حکم کنیم، تا که در زیر حکم الله و رسول زندگی بکنیم، تا که مراجعت به حکم الله و رسول کنیم، مؤمن ها چی میگن؟ شنیدیم و اطاعت کردیم میگن. پس این وقت دلالت میکند که کسانی را که دعوت کرده شود که بیایید به نزد حکم الله و رسول، اما گویند که نه ما نمیتوانیم، امروز ما رفته نمیتوانیم، این عصر 21 ما رفته نمیتوانیم، در عصر 21 به نزد حکم الله و رسول رفته نمیتوانیم. چرا؟ برای اینکه عصر 21 عصر ترقی هست، عصر 21 عصر پیشرفت تکنولوژی این و آن است. ما اگر به نزد حکم الله و رسول رویم، باز به همون عصر میانگی میگردیم، به حکمهای قدیمی میگردیم، سختگیری میشود و غیره و غیره. هر کسی که همین سخن رو میگد، این از یک چند جانب بشکننده اسلام واقع شده، از یک چند جانب مشرک است و کافر است و مرتد است. از یک جانب نه، از چند جانب کافر شده است. از سبب بد دیدن، کفر بد دیدن، کفر سرکشی، اعراض، کفر ایبا، کفر کبر، کفر اعراض،
والعیاذ بالله. این آیت هم دلالت میکند به واجب بودنی حکم کردن به حکم شریعت و کافر بودنی کسانی که حکم شریعت را ترک میکنند. بارک الله فیکم. پنجمین حجت از قرآن عظیم الشأن این سوره مائده و 44 است که الله آشکار و واضح بیان میکند و من لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الكافرون. هر کسی که به حکم الله نازل کرده حکم ننماید پس آنها کافران هستند. هر کسی که به حکم الله و رسول حکم نکند کافر است. هر کسی که به حکم غیر الله و رسول حکم کند هم کافر است. برای آنکه حکم نکردن به حکم الله و رسول کافر باشد، حکم کردن به غیر حکم الله و رسول با کفر سخت‌تر است. البته در زیر این آیت مرجئه های عصر حاضر از مدخلی ها، جامی ها و غیره بینات سخن ها کردند. میگن که این کفر دون الکفر است، یعنی کفر اصغر است. روایت ابن عباس از طاووس می آورند که روایت شده است که از ابن عباس رضی الله عنهما که گفتند که کفر دون الکفر این کفر اصغر است، یعنی آدم کفر نمی شود. البته این سخنشون باطل است، فاسد است و قبول نیست، زیرا که اصل کلمه هایی که در قرآن عظیم شان کفر می آید، اگر الف لام آید، الف لام در پیش این کلمه کفر آید، این کفر اکبر رو دلالت میکنه. چخیلی که ابن القیم الجوزی در کتاب بگویم ابن تیمیه رحمه الله در کتاب اقتضاء الصراط المستقیم سخن میکنه و همین سخن را عیناً محمد ابن ابراهیم آل شیخ مفتی دیار نجد بیان کردند. و روایت ابن عباس در زیر این آیت روایت ضعیف است. بله این روایت را امام حاکم در مستدرکش و دیگر از علمای محدثین ذکر کردند، لیکن ضعیف است. بلکه روایت صحیح از این صحیح‌تر از ابن عباس آمده است که ابن عباس کفر اکبر می‌دانند. بله منهج صحابگان همین بود که هر کسی که مطلقاً به حکم غیر الله حکم می‌کند یا قانونی نوی رو به ضد قانون الله میبرد، این کافر است، مرتد است، مشرک است. هیچ شک برای کافر بودن او نبود. اما این مرجئه ها امروز از سبب اینکه امت اسلام جاهلند مردم را فریب میدهند. طاغوت پرستان برای دستگیری طاغوت شریعت را تغییر میدهند. والعیاذ بالله. پس هر کسی که به حکم الله و رسول حکم نکند او کافر است، مشرک است، مرتد است. اینو هم دلالت میکرد که به حکم الله حکم کردن پس از توحید است، از ایمان است، از اسلام است و واجب است. ما در یک کلمه واجب گفته شدیم، در یک کلمه فرض و واجب هر دوش یک معنا دارد برادران عزیز. فرض و واجب هر دوش یک معنا دارد. بارک الله فیکم. آیت دیگر، دلیل بگوییم ششم، این سوره شورا آیت 21 است. الله سبحانه و تعالی میگه ام لهم شرکاء شرعوا لهم من الدین ما لم یأذن به الله. آیا آنها شرکای دارند، شریکای دارند و جز الله، یعنی یکون شریعت برآورنده دارند که برای آنها یک شریعت ساخته است از دین، از حکم که الله اجازه دادگی نیست. یعنی هر کسی که به غیر حکم شریعت حکم میکند به خود یک قانونهای مخصوص دارد، الله به اونها این سوال را داده است که آیا یگان شریعت سازنده اونها دارند که به اجازه الله برای اونها شریعت ساخته است و حکم ساخته است؟ شرعوا لهم من الدین، یعنی شرعوا لهم من الحکم، برای اونها از حکم قانون برآوری کرده است. یعنی به غیر قانونهای الله دیگر قانون برآوری کردن این کفر است و شرک است. آیت هفتم، حجت هفتم، دلیل هفتم، سوره آل عمران
آیه 64 الله میگه ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. بیاید بعضیمون رو ارباب نگیریم، رب نگیریم بر بجز الله. یعنی هر کسی که به حکم کسی دیگر اطاعت میکند همون کسی دیگر رو به خودش رب گرفته است. چرا که ما انسان ها، ما مسلمان ها باید به حکم الله و رسول اطاعت بکنیم و هر وقتی که به حکم غیر الله و رسول اطاعت کردیم ما غیر الله و رسول را، دیگر یک انسان را به بالای خودمون قانون برار، حاکم، حل و فصل کننده رب گرفتیم که البته این شرک است. شرک در اطاعت است. دلیل دیگر الله سبحانه و تعالی در سوره توبه میگوید آیه 31 اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله. احبارشان را، علماهایشان را، عبادتکارانشان را، علما و پیشوایانشان را ارباب گرفتند، رب گرفتند بجز الله. کیها؟ البته این آیت بیان کننده صفت یهود است، در حق یهود نازل شده است، لیکن ما باید دانیم که هر آیتی که در حق یهود در قرآن نازل شد فقط به یهود دخل دارد و به ما دخل ندارد گفتن وجود ندارد. البته همچنین عقیده در بعضی از جهلای طالب علمان امروزه هست، از گمراهان و جهلا و بی علمان هست که وقتی که آیت رو میخوان میگن این آیت به یهود نازل شد به ما دخلش نیست، این آیت به مشرکین نازل شد به ما دخلش نیست. وقتی که این چنین میکنید همه قرآن به دیگران نازل شد میگه، تمام به شما هیچ چیزی نازل نشد. این آیت باید فهم سلف امت شرط داشته شد. سلف امت میگفتند العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. عبرت به عموم لفظ است، یعنی هر یک آیتی که در قرآن آمده است عبرت به همون آیت است، لفظش است، معناش است، اما بکی نازل شدنش به ما عبرت ندارد، یعنی فرق ندارد به ما بکی نازل شد. ما باید به قرآن عمل کنیم. الله در قرآن بیان کرد که یهودها مشرک شدند. چرا که پیشواهای خود را، عالمان خود را، امامان خود را رب گرفتند، رب مثل الله گرفتند بجز الله. چخیل عبادت کردند، سجده کردند؟ نه، سجده نکردند، رکوع نکردند، گرد اونها طواف نکردند، بلکه حرام کرده اونها را حرام گفتند و حلال کرده اونها را حلال گفتند. این علمایشان و این پیشوایشان هر یک حرام الله را حلال گوید یا حلال الله را حرام گوید، مردم هم اطاعت کردند، به علما اطاعت کردند. به علما نگفتند که شما خطا میکنید، نگفتند که ما به شما اطاعت نمیکنیم برای اینکه شما حرام الله را حلال میکنید، حلال الله را حرام میکنید، شما خطا میکنید، نگفتند، بلکه اطاعت کردند. بعد از این مشرک شدند. پس اطاعت کردن به حکم غیر الله و رسول این شرک است و این چنین انسان مشرک می شود. چی رسد به حکم کننده به حکم غیر الله و رسول، این شرکش، کفرش سخت‌تر است و این آدم مشرک است و کفر است و مرتد است. پس ما نباید حکم پرست، نباید عالم پرست، نباید پیشوا پرست باشیم. هر کسی که به حکم الله و رسول حکم کرد اطاعت میکنیم، هر کسی که به غیر حکم الله و رسول حکم کرد اطاعت نمیکنیم و او را مشرک و مرتد میگیم. سوره انعام با البته حجت دیگر، حجت نهم است والله اعلم، آیت نهم است یا که هشتم است. الله سبحانه و تعالی در سوره انعام آیت 128 میگوید و این الشیاطین لیوحون الی اولیاء